قهرمان ملی افغانستان شادروان احمدشاهی مسعود با وجود آنکه در قلمرو افغانستان نیز جنگ‌های شدید جریان داشتند، در شهر کابل برای برگزاری صلح تاجیکان شرایط مساعد فراهم ساختند. شخصیت‌های برجسته افغانستان وظیفه و دین برادری و همسایه‌داری خود را در سطح بلند ادا کردند که ما این عمل خیریانه را همیشه پاس می‌داریم. با اطمینان اظهار می‌دارم که این روزهای سخت مردم افغانستان ابدی نیستند و امیدوارم که در افغانستان عاقبت عقل سالم پیروز شده در این کشور همسایه ما صلح و آرامی برقرار می‌گردد.